کوکی لاهیجان همیشه مورد علاقه ترین شیرینی من بوده. خیلی محبوب خانواده‌مون، ولی خب تا حالا درستش نکرده بودم. این بار با این رسیپی درستش کردم، فوق العاده شده. طرد خوشمزه، عین نمونه کارگاهیاش. دستورشو برات میذارم، حتما درستش کن. دوستان عزیزم سلام، خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آشپزی با مینا. امروز قراره توی این ویدیو با هم دیگه کوکی لاهیجان درست کنیم. کوکی فوق العاده خوشمزه است و خیلی هم معروف به یکی از بهترین سوغاتی‌های گیلانه. امروز میخوام رسیپی دقیقش رو بهتون بگم تا توی خونه بتونید درستش کنید بدون نقص، بدون هیچ گونه عیب و ایرادی. فقط کافیه که تا پایان این ویدیو همراه من باشی، تمام نکاتی که داخل ویدیو بهت میگم رو رعایت بکنی. مواد لازمم داخل دیسکریپشن قسمت توضیحات براتون کامل نوشتم، هم به صورت اندازه وزنی و هم به صورت پیمانه، چون برای خیلی‌ها اندازه‌گیری با ترازوی مقدار سخت، حالا یا در دسترس ندارن ترازو تو خونه. من اکثرا تو آموزشام از پیمانه استفاده میکنم. پیمانه هم که استفاده میکنم لیوان فرانسویه. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اگه از این پیمانه هم نداری مشکل نداره، هر چیزی که استفاده میکنید به عنوان پیمانه، مثلا ممکنه از یک کاسه بخواید استفاده کنید یا لیوان، استکان، هر چیزی، شما تمام مواد اون دستور رو با همون اندازه بگیرید. یعنی اگر قرار نصف بشه از همون پیمانه استفاده کنید، قرار پر باشه از همون پیمانه استفاده کنید. این میشه واحد اندازه‌گیری ما برای قنادی یا حالا آشپزیامون با پیمانه درستش کنیم. 100 گرم کره‌ای که به دمای محیط رسیده، با همزن اینو میزنم. کمی که باز شد، نصف پیمانه شکر معادل 100 گرم رو بهش اضافه میکنم و با هم مخلوطشون میکنم. همین که شکر و کره با هم دیگه مخلوط شد، اگه همزن برقی ندارید اشکالی نداره، با همزن دستی هم میتونید این کار رو انجام بدید. 2 تا تخم مرغ رو بهش اضافه میکنم، البته یکی یکی اضافه میکنم. اول یه دونه تخم مرغ رو میزنم، کمی وانیل هم بهش اضافه میکنم. تخم مرغ اول که مخلوط شد، تخم مرغ دومم بهش اضافه میکنم. یه دورگیری میکنم. حالا بهش میام 3 قاشق غذاخوری روغن مایع اضافه میکنی. صد میلم شیر داشتیم که شیرم بهش اضافه میکنم. 1.5 پیمانه آرد قنادی با 1 قاشق غذاخوری سرپر پودر کاکائو و 1 قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر دارم که اینا رو با هم دیگه الک میکنم و به این مواد طی چند مرحله اضافه میکنم. حالا دیگه من همزن رو میذارم کنار. کشمشی که از قبل خیس کردم و به مواد اضافه میکنم، به اضافه گردوی خورد شده و با کمک لیسک خوب با هم دیگه ترکیبشون میکنم. اگه دوست داشتید میتونید بهش چیپس شکلاتی هم اضافه کنید، اما اصل کوکی لاهیجان فقط داخلش کشمش و گردو داره. وقتی که خوب با هم دیگه ترکیب شد، من اینو تقریبا 1 ساعتی میذارم داخل یخچال که استراحت بکنه. بعد از اون آمادش میکنیم برای اینکه بره داخل فرن. من انتقالش دادم به یه ظرف کوچیک‌تر که روشو بپوشونم و بذارم داخل یخچال استراحت بکنه.
جا داره که یه نکته ای رو اینجا بهتون بگم. ببینید اگر مواد با ترازو اندازه گیری میکنید که خب دقیق در میاد، اما اگر از پیمانه استفاده میکنید بعد از اینکه مواد کوکی رو درست کردید، اگر احساس کردید ممکنه مثلا یه مقداری کره یا شیر شما کم و زیاد شده باشه، اگر احساس کردید که یه مقدار کوکی شما هنوز شله، 1-2 قاشق دیگه آرد علک کنید بهش اضافه کنید. باید یه همچین بافتی داشته باشه. ببینید باید یک همچین بافتی داشته باشه، لطیف و نرم و چسبنده. حالا این میره استراحت میکنه، چون داخلش کره داره، داخل یخچال استراحت میدیم تا مواد خودش رو بگیره. زمان استراحتش هم بستگی داره به اینکه چقدر وقت داشته باشید. از 1 ساعت تا 12 ساعت میتونید استراحت بدید. یعنی حتی از شب قبل هم میتونید این خمیر رو آماده کنید، مواد کوکی رو بذارید داخل یخچال. اگر هم عجله دارید مثل من امروز، همون 1 ساعت هم داخل یخچال بهش استراحت بدید، خیلی خوبه. استراحت باعث میشه که نتیجه مطلوب و بهتری بگیریم از کوکیمون. مواد کوکیمون رو بعد از تقریبا 1 ساعت من دارم که آماده میکنم که بذارم داخل فر. میتونید هم از اسکوپ استفاده کنید، هم از 2 عدد قاشق. این همینجا من به این شکل پر میکنم. با یه فاصله اونا رو میریزیم داخل سینی. به کمک 2 تا قاشق اینجوری راحت میتونید کوکیاتون رو بریزید داخل سینی. من از کاغذ نسوز استفاده کردم برای پخت کیک و شیرینی، عالیه و چند بار مصرفه. یعنی هر بار میتونید بشورید، خشکش کنید و چندین بار ازش استفاده کنید. خیلی از کاغذ روغنی بهتره. من کوکی رو میخوام داخل تنور گازی بپزم. شما داخل فر توستر هم میتونید بپزید که حالا من داخل کپشن باز توضیحات مربوط به پختم براتون حتما مینویسم. تنور رو از قبل روشن کردم، گرم شد. سینی کوکی رو که با فاصله چیدم انتقال میدم داخلش. میذارم روی طبقه بالایی. به این شکل. حرارتشم متوسط میذارم تا بپزه. زمان پخت و اینا رو همه رو داخل توضیحات براتون می‌نویسم. اگر فر و تنور ندارید به این شکل داخل تابه هم میتونید درستش کنید. من داخل تابه رژیمی گذاشتم، شما داخل تابه‌های معمولی هم میتونید این کار رو انجام بدید. کفش کاغذ نسوز گذاشتم، کوکی‌ها رو با فاصله چیدم داخلش. حالا میذارم روی حرارتی که رو شعله پخش کن گذاشتم. اینو میذارم روی شعله پخش کن، حرارت متوسط، و بهش زمان میدم. حدوداً 20 تا 25 دقیقه زمان میبره تا پخته بشه. زمان پخت این کوکی ها هم خیلی کوتاهه. همونطور که دیدید مواد اولیه‌اش هم خیلی زمان نبرد تا آماده بشه. یه همچین کوکی های نرم و خوشمزه‌ای رو میتونیم درست کنیم. حالا میذارم خنک بشه، بعد تست کنیم و بافت داخلیش هم با هم دیگه ببینیم. این هم از کوکی هایی که
داخل تابه گذاشتم. واقعا اینطوری هم عالی میشه. یعنی اصلا برای اینکه بخوایم کوکی و کیک و شیرینی بپزید حتما نیاز نیست که فرو تنور داشته باشید. مهم اینه که همون دستور و پخت رو رعایت بکنید و اینکه تابه‌تون رو بذارید روی شعله پخش کن و حرارت متوسط. ببینید چقدر عالی شد. اینم از آموزش کوکی. امیدوارم که پسندیده باشین و حتما درستش کنید. فوق‌العاده خوشمزه شده، بافتش خیلی عالی شده، با نمونه‌های بازاریش مو نمیزنه. بریم که بافتش هم بهتون نشون بدم. الان که کوکیمون خنک شد ببینید چه بافتی داره. فوق‌العاده عالیه، نرم و خوشمزه.